سلام، من زینب هستم و داخل این ویدیو یوتیوب قراره با هم دیگه نقاشی پینترستی بکشیم و اتاقمون رو پینترستی کنیم. برای نقاشی پینترستی کشیدن نیاز به مقوا، کارتون و حتی میتونیم از ورقه آچار استفاده کنیم که من کارتون رو این سایزی بریدم که به نظرم این سایزی خیلی قشنگ میشه. بعد نیاز به قلمو داریم که 2 تا کافیه، قلموی نازک با نوک پن و همچنین میتونیم از گواش یا آبرنگ و حتی از مداد شمعی و مداد رنگی هم میشه استفاده کردش. نیاز به برنامه پینترست داریم که اونو اول باید نصب کنیم و بالاش بیاریم. بعد باید نقاشیمون که میخوایم بکشیم سرچ کنیم که پیدا بشه. من داخل این ویدیو میخوام نقاشیم وایب رنگی که دوست دارم رو بده. برای همین رنگ مورد علاقم که فکر کنم الان بتونین حدس بزنین رنگ قرمزه، اونو سرچ میکنم به همراه استاتیک دراینگز. وقتی اینو سرچ میکنین نقاشی های بالا میاد که رنگی داره که دوست دارین. مثلا من وقتی قرمز رو سرچ کردم نقاشی های قرمز اومده بالا که یکیشونو خیلی دوست داشتم، قرار اونو بکشم که گیلاسی هستش که پاپیون داره، خیلی واقعا گوگلی و قشنگه. برای اینکه اینو بخوام بکشم روی مقوا نیاز به مداد داریم که با مداد تر اولیه‌مون رو میکشیم. بعد که کشیدیم باید رنگش بکنیم و موقع کشیدن هم لازم نیستش که حساسیت به خرج بدیم، چون موقع رنگ کردن میتونیم اون نقصا رو درست کنیم. وقتی میخوایم رنگ آمیزی اینا رو شروع کنیم میتونیم هم بیایم با گواش مشکی دورگیری کنیم بعد رنگ کنیم داخلش رو، یا رنگ کنیم بعد دورگیری رو انجام بدیم که به نظرم وقتی که رنگ بکنیم و دورگیریش رو بعدش انجام بدیم کارمون تمیزتر میشه. و همین من میخوام اول رنگ کنم بعد دورگیری انجام بدم. نیاز به گوش قرمز و سفید داریم که قرمزش هم بر خود گیلاس و هم میخوام پاپیون رنگ صورتی درست کنم. نیاز به قرمز یک کوچولو داریم ولی خب سفید پایه اصلی مونه چون روبانم خیلی هم بزرگ هستش تقریبا. سفید رو من اون یکی سفیدم درش خیلی سفت بود و هم اینو برداشتم. باید یه ذره بریزیم، بعد من نمیخوام هدرم بره برای همین یه ذره سعی میکنم بریزم، ولی نه اینکه کمم بیاد، چون اگه کم بیاد بعد سخته که بخوای دوباره همون رنگ رو درست کنی، چون ما چشمی داریم اندازه میگیریم و اینجوری نیستش که بیایم با گرم و حالا چیزای دیگه اندازه بگیریم. رنگ قرمز رو من یه ذره میخوام بریزم که متاسفانه خیلی زیاد میشه و حالا اشکالی هم نداره. میخواستم قرمز رو از همون گوش بردارم که دیگه الان زیاد ریختم، از همونجا میخوام بردارمش. یه ذره قرمز رو با سفید قاطی میکنم که صورتی ملیح بشه و شروع میکنم به رنگ کردن که با همون نوک پن که مخلوط کردم با همون اول رنگ آمیزی رو شروع میکنم. چون نقاشی کوچیک هستش ممکنه که بیرون زده بشه وقتی داریم با نوک پن کار میکنیم. من وقتایی که رنگ آمیزی میکنم مخصوصا با گوش رو خیلی دوست دارم، با مداد رنگی زیاد دوست ندارم چون حس میکنم یه کوچولو خسته کننده هست برام، مخصوصا وقتی که نقاشی های خیلی بزرگی میکشم. وقتی که بچه بودم فکر کنم کلاس 3 بودم همین عقیده رو داشتم و دفتر نقاشیم پر شده بود از نقاشی هایی که رنگ نکرده بودم، فقط کشیده بودمشون و یه جورایی تبدیل به دفتر رنگ‌آمیزی شده بود و
درسته که رنگ‌آمیزی نمی‌کردم ولی حتی با مداد مشکی هم رنگ نمی‌کردم. کلا سفید بودش و میتونستم به بچه‌ها بدم که برام رنگ کنن. الانم همینجوری هستم. اگه بخوام یه وقت نقاشی بکشم بازم حال ندارم که برم رنگ‌آمیزیش کنم. برای همین بیشتر نقاشی که میکشم طراحی هست، با مداد مشکی سایه میزنم. اونقدر حرفه‌ای نیستم ولی خب قشنگ میشه. و یا با گواش کار میکنم که خیلی سریعتر میشه رنگ کرد و حتی لذت بخشتره. با آبرنگ هم ممکنه یک کوچولو کثیف‌کاری بشه، ممکنه که خیلی خیس بشه و خراب بشه کلا. به همین کلا ترجیح میدم که با گواش کار کنم. برای سایه زدن رنگ قرمز رو یک کوچولو بیشتر با اون صورتی ملی مخلوط میکنیم که وقتی مخلوط بشه رنگ صورتی یه ذره پررنگ تر میشه که اینجوری میشه سایه زد که با همون نوک نازک انجامش میدیم. برای رنگ کردن گیلاسا هم چون رنگ قرمز رو خیلی زیاد ریختیم، برای همین از همونجا برمیدارم و با همون نوک نازک شروع به رنگ آمیزی میکنم. فقط موقع رنگ کردن گیلاس باید حواسمون جمع باشه که اون گردیش قشنگ در بیاد، چون اونجوری گیلاسمون خیلی قشنگتر میشه و تمیزتر هم نقاشیمون در میاد. البته اگه حالا یک کوچولو بیرون زد یا حالا کج شده اشکال نداره، چون گیلاس بی‌نقص هم خیلی کم پیدا میشه. خاطره راجع به نقاشی و اینا زیاد دارم. مثلا کلاس 7 بودم، بعد یه معلم داشتیم که اون معلمه فکر میکرد که ما پیکاسوی چیزی هستیم. بعد وقتی نقاشی میکشیدیم همش نمره کم میداد. یه روز رسیدش که قرار بود گل نرگس بکشیم و منم تا حالا گل نرگس ندیده بودم، نمیدونستم که چی شکلیه. شاید دیده بودم ولی نمیدونستم که اسم اون گل نرگسه. خلاصه معلم توضیح داد که باید چی جوری بکشیم. مثلا گفت که یک گل 5 تا یا 6 تا برگ داره، گل برگ یعنی داره و منم کشیدم، نگاه میکردم بقیه چی میکشن، منم کشیدم. بعد رفتیم دادیم به معلم چه نمره هایی داده بود. یه نمره داده بود که تا حالا ندیده بودین که یه معلم هنر اون نمره ها رو بده. مخصوصا ما که تخصصی داشتیم نقاشی کار نمی کردیم، کلاس 7 بودیم. گلا همه مثل همدیگه بود ولی معلم مثلا به یکی 9 میداد، به یکی 10 میداد، به من داده بود 19 و من خیلی خوشحال بودم. بعد بچه ها من نگاه میکردن برای منو. حالا قبل از اینکه ادامهش بگم، رنگ مشکی هم یک کوچولو باید اضافه کنیم برای اینکه میخوایم سایه بزنیم. اگه دقت کنین دور گلاس میبینین که تیره تره نسبت به وسطش. حالا داشتم میگفتم بچه ها می اومدن نگاه میکردن نقاشی منو و مقایسه میکردن با نقاشی خودشون. چرا نقاشی من 19 گرفته، نقاشی خودشون مثلا 9 گرفته، 8 گرفته. رفتن به معلم گفتن که خانوم شما به زینب این نمره رو دادین، ما هم مثل اون نقاشی کشیدیم، چرا به اون 19 دادین به ما مثلا 9 دادین؟ معلم اینجوری بود که نه نگاه کن این قشنگ‌تر کشیده، این منظم‌تر کشیده. و بچه‌ها گفتن که خب خانم شما بکشین ما نگاه کنیم یاد بگیریم. یه سریان بودن که نقاشیشون کامل نکرده بودن و به خاطر اینکه بقیه نمره کم گرفته بودن تایید کردن که آره خانم شما بکشین ما از شما نگاه کنیم بکشیم. این معلم اومد با ماژیک بکشه، نمیدونین که حتی یه دونه گلبرگ هم نتونست بکشه و اصلا گله تبدیل شده بود به یه گل هیولایی که فکر کنم ویروس زامبی گرفته بود. بعد ما با تعجب داشتیم نگاه میکردیم که چرا نمیتونه بکشه. بعد این نمره ها رو داده
که خودش اومد گفتش که میدونین تخته سره، منم میخوام بکشم، سر میخوره بد میشه و همین. بعد زنگ خوردش و رفتش. فکر کن به بقیه اون نمره های بهار، به من که نمره خوبی داده بود ولی خب من بازم راضی نبودم. 19. من اینجوری بودم که چرا 19 نقاشی من به این قشنگی، ولی حالا فکر کنم مثلا بقیه 9 گرفته بودن، 11 گرفته بودن. خیلی معلم سمی بود. مثلا نقاشی داده بودش، نقاشی برج و اینا باید میکشیدیم. یه جزئیاتی داشتش که من یادمه فکر کنم نزدیک 2 روز داشتم اونو میکشیدم که قشنگ بشه. آخر سر بازم میخواستم بدم، راضی نبودم از اینکه اونجوری کشیدم. فکر میکردم اصلا نمره خیلی بد اینا میخواد بده، ولی دیگه نمره خوبی داده بود. فکر کنم 19 داده بودش. من با قلموی نوک پن دارم رنگ‌آمیزی اون ساقه رو انجام میدم، چون اون یکی قلموی کثیفه. بعد دیگه حال ندارم برم تمیز کنم. با نوک پنم خیلی سریعتر رنگ شدش و من یه کوچولو استرس داشتم که نکنه خراب بشه، و همین با دقت آروم آروم داشتم رنگ میکردم. ولی خب نتیجه ساقه رو خیلی دوست داشتم، قشنگ تمیز در اومدش. ولی باید موقع رنگ‌آمیزی دقت کنین که یه وقت دستتون کثیف نشه. چرا؟ چون ما نذاشتیم اصلا خشک بشه، همونجوری داریم پشت سر هم انجام میدیم و حالا ممکنه یه وقت حواسمون نیست دستمون گواشی بشه. حالا اگه شما روی این موضوع حساسین میتونین بذارید اول خشک بشه. مثلا وقتی روبانه اون پاپیونه خوش شدش برین سراغ گیلاس، بعد گیلاس خوش شد برین سراغ مثلا ساقه. ولی خب من چون مشکلی ندارم با این قضیه، برای همینم همینجوری وقتی که خیس بودن و در حال خوش شدن بودن میرفتم سراغ بعدی. نقاشی بعدی چی باشه؟ توی کامنت ها به هم بگید، کامنتاتون رو حتما میخونم. دوستتون دارم زیاد. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.